روسیه پس از جلب هزاران محبوس به جنگ اوکراین و خالی شدن زندانها در آنها را می‌بندد. در پی کاهش شمار محبوسان در کراسنایارسک و ولایت سوردلاب روسیه، پی هم چند مؤسسه اصلاحی بسته شد. یک تمایل خیلی تشویش آور مشاهده می شود. کاهش زیادی محبوسان در محبسخانه در شرایط عملیات مخصوص حربی و بستن محبسخانه ها با بهانه بهتر کردن شرایط اقتصادی. جلب محبوسان به جنگ روسیه در اوکراین را گروه زرخریدان واگنر آغاز کرد. از آغاز جنگ در سال 2022 حدود 100,000 محبوس را از زندانهای روسیه به اوکراین بردند. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه قانونی را امضا کرد که حق جلب محبوسان به ارتش را می‌دهد. واقعاً بند نو که حالا در قانون‌های روسیه هست اجازه می‌دهد گمانبرشده‌ها را از بازداشتگاه جلب کنند. هنوز گناه این آدم اثبات نشده الکی به جنگ می‌فرستند. گمانبر که بازداشت شد تمام می‌تواند به جنگ رفته نام‌نویس شود. این گروه تا زندان نمی‌رسد. به بسیاری از محبوسان وعده می شود که پس از 6 ماهی شرکت در جنگ آزاد می شوند. برخی محبوسان جلب شده به BBC نقل کردند که با آنها گفتند تا پایان جنگ باید در صف ارتش بمانند. همزمان روسیه در منطقه های اشغال کردهش در اوکراین بازداشتگاه ها می سازد. رسانه ها از آغاز ساختمان 25 بازداشتگاه خبر دادند. تا آغاز جنگ گفته می شد که در زندانهای روسیه حدود 10,000 تاجیکستانی محبوس است. از کشته شدن 10 محبوس تاجیک در جنگ ضد اوکراین خبر رسید. آماری رسمی در دست نیست که چی تعدادی از محبوسان تاجیک به جنگ جلب شدند. مقامات تاجیک تصدیق کرده بودند که از یک محبس در روسیه حدود 100 نفر تاجیک به جنگ جلب شده است.